تیر اندازی بر مسجد در هلمند، یک کشته و 3 زخمی بر جا گذاشته. سلام، به چینل ما خوش آمدید. مسئولان طالبان در ولایت هلمند میگوید که در نتیجه تیر اندازی یک فرد مسلح بر مسجد در شهر لشکرگاه 1 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی برداشته. حافظ راشد، رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در هلمند گفته است که این رویداد دوشنبه شب 20 سرطان در ساحه کارز از مربوطات حوزه ششم شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند رخ داده است. مهاجم هنگام ادای نماز خفتن بر نمازگزاران حمله کرده است. نام فرد متهم بر حمله نوید احمد اعلان شده که در همکاری با برادر حکمت الله و یک فرد دیگر به نام مسعود بر نمازگزاران آتش گذاشته است. فرد متهم از ساحه فرار کرده، اما طالبان میگوید که 2 تن همکاری وی را بازداشت کرده است.